به من میگفت 25 سال که آرایشگرم، ولی مردم صف میکشن جلوی سالن شاگردم. راست میگفت، چون اون 4 تا کارو توی طراحی کارش رعایت میکرد که این نمیکرد. سالن تمیز، خوشبو، موزیک مناسب، نه صرفا شهرام شب‌پره، و برخورد گرم پرسنل. مشتری باید حس کنه که اینجا مخصوص منه و ازش هویت بگیره، نه فقط یه جای خدماتی. این تجربه مشتری رو شکل میده. تو هیچ وقت با همه کاره بودن نمیتونی بازار رو تصاحب کنی. مشتری وقتی احساس کنه که توی سالن تو یک کار خاص بهتر از بقیه جاها انجام میشه، ارزش تو بیشتر میشه. این میشه اصل تخصص و تمایز. سومین مورد خدمات اضافه یا دورچین کار توه. مشاوره رایگان قبل از کار، تست رایگان یک کرم یا رنگ مو روی قسمت کوچیکی از بدن یا قسمت کوچیکی از مو، یا حتی یک نوشیدنی رایگان که وقتی منتظر توه بخوره فشارش نیفته بیچاره. این احساس VIP بودن رو منتقل میکنه. قبل و بعد مشتریات توی پیج بذار، نظر مشتریان راضی رو منتشر کن، داستان سالنت یا مسیر پیشرفتت رو تعریف کن. این باعث اعتماد میشه. همه اینا کنار هم اثبات اجتماعی و داستان برند تو رو شکل میده و تهش باعث میشه که مشتری وقتی از سالن تو بیرون اومد بگه این سالن فقط موهای منو درست نکرد، بهم حس زیبایی، آرامش و ارزش داد.